بابا بالاخره بعد 32 بار از میشری گواهینامه‌مو گرفتم. بابا با یه بار آزمون شهری گواهینامه رو گرفتم. خب مبارکم باشه. بابا جانم. من الان ماشین میخوام. چشم ماشین مورد نظرتون انتخاب کردی؟ بابا معلوم ماشین میخوام. سخت ترین قسمت رانندگی میدونی چیه؟ نه چیه؟ ماشین خریدنش. تو ماشین چیه؟ بنز جی کلاس. بنز چی کلاس؟ بله. چی کلاس؟ جی بنز ماشین بابا من یه خورده پول جمع کردم ولی کمه. رفیقم یه دونه 206 داره. 25 رو زیاده. بابا قدیمی. ایمالی به اون ور این ور. سر کار خوب میری قسطشو بدی. آره بابا خیالت راحت. بذار زنگ بزنم اسماعیل مشی. اسماعیل حال خوبه؟ خانم مجا اومد. سلامتی. اومد. اکبر دورنگ شمارهشو داری؟ هیچی برای بنده ساده می‌خواستم ماشین بخرم. بابا من استرس گرفتم. قربونت بره بابا اول میریم کافی شاپ پس یه کافی میخوریم با هم. بابا اگه رنگ سربیش گیرم نیاد چی؟ سربیشم که میاد دورت بگردم کل این تهران. بابا داریم کجا میریم؟ ببین گفتی پس میری ها. باشه بابا الان داریم کجا میریم؟ ببین نمایشگاه اکبر دورن. بابا این یارو قابل اعتماد هست؟ مطمئنی به؟ تحقیق کردی؟ آره. نندازم به اونجا. سلام قربان، عرض ادب و احترام خدمت شما. ماشین مورد نظرتون چی هست؟ شما ماشین مورد نظر ما بنز نقطه جیه. جان؟ نقطه جی چیه بابا؟ فقط چی؟ کلاس. فقط چی کلاس. سلام اکبر. سلام عزیزم. پراید آشپکی که اون دم در گذاشته چقدر قیمته؟ اونو گذاشتم برای آشنا، اون مال آشناست. آها. فقط جسارتا قیمتش بالاست، قسطی نه بنویسم. آقا قسطی چیه؟ نقد. خیلی هم جسارتا چه رنگی؟ رنگیشو می‌خواستی بابا؟ سربی. سربی خیلی گرونه. اون پرایدی که نصفش نیچه. بابا من اونو نمیخوام. فقط چنم سربیش کمیاب هست. نداری برام نمایشگاه کنی. نه داریم قربان، بفرمایید. پس قراردادش کن. چشم. بابا نمیخوام زوری. نمیخوام این پسر سربازنده. اشکال نداره تاج سره. مرسی. مبارکت باشه بابا. بریم بستنی بخوریم. بابا الان چیکار کنیم خب؟ فقط وقتمون رو گرفتی. فقط وقتی